کباب کردن کاوگا میتونو خلاص مردم ای پای کار بور ای پای تماشا ما تصمیم گرفتیم که کاوگا همراه شما کباب کنیم. کاوگ در اینجا کشورکایی بود زنبورو ای درون درمان دو پوشا گوشتوشا قریب پوگیزا خوردن ایرت ببین کار را تیور اخر عزیز یک چیزا نباید یاد برآورد که همه گونه شکار غیر قانونی در جمهوری تاجیکستان منع است و موافق قانون جمهوری تاجیکستان جزا پیش بینی شدگی است. به همین خاطر شکار غیر قانونی نمیکنیم، جانورای ادیری را بهوده و بیهوده شکار نمیکنیم. هر کار انداز وقتی خودش داره. در حالتهای ضروری یک تا نیم تا روای کوشش کنی سنقتی میزنی. شما معده کاوگای به اصطلاح در منطقه ما سندومک میگن. سندومک یعنی که سنگدان، ادبی تر بگیم سنگدانک، اما معده یا که بگیم ژلودکا. اینجا مونیمش و پزه هم بسیار مزه و لذت خوب داره. یکی طوری آهنده مونیمش اینجا مونیمش اینجا بیشتر تر میپزه. راستی گپ چندین سال شد کاوگ خوردگی نیستم. چندین سال ها شد گوشت کاوگ نخوردیم. اگر خدا خواسته باشه نصیبی نان و نمک کنه کاوگ هم میکشیم. ما میخریم. پناه شما به خدا، در امان خدا. بوی ششلیک میآید.